سلام شنوندگان عزیز، برنامه مهمانی آزادی است و در مهمانی برنامه ما جناب سفیر ریچارد هاگلند، معاون یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و آسیای جنوبی. جناب سفیر، بار دیگر به تاجیکستان خوش آمدید. Thank you very much. سوالی نخستین من این است که در جریان دیدار و گفتگوهایی که مدت 2 روز اخیر با مقامات تاجیکستان داشتید، کدام مسائل مطرح شدند و نتیجه های سفر به تاجیکستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ I think the meetings were really very good. I met with the President Rahmon. سفر من به تاجیکستان و دیدار و گفتگوها با مقامات تاجیکستان خیلی خوب صورت گرفت. من با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، سیراج الدین اسلف وزیر کارهای خارجه و عبدالسلام قربانوف وزیر مالیه صحبت‌ها انجام دادم. گسترش روابط و همکاری‌های دو جانبه در محور این ملاقات‌ها قرار داشت. اجرای طرح کاس هزار از مسائل مورد بحث بود و این لایحه تا اندازه آماده است، اما باید کارهای دیگری در جهت اجرای آن روی دست گرفته شود. جناب سفیر، البته توجه زیاد به وضع کنونی و آینده افغانستان و پیامدهای خروج نیروهای ناتو از این کشور در سال جاری شده است. تاجیکستان در این روند چی سهمی خواهد داشت؟ یعنی در روند بیرون شدن نیروهای ناتو از افغانستان و چی نفع یا فایده خواهد؟ Well, you're exactly right. By the end of this year, this calendar year, تا آخر سال جاری نیروهای ناتو باید از قلمرو افغانستان بیرون شوند. اما باید این را تاکید کنم که ایالات متحده آمریکا از این منطقه به طور کامل یا تماما بیرون نخواهد شد. همکاری‌های ایالات متحده آمریکا با تمام کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان ادامه خواهد یافت و تاجیکستان یکی از کشورهای شریک خوب ایالات متحده آمریکا میباشد. و این دلیل همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله تامین امنیت در مرز، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و غیره با تاجیکستان من بعد نیز ادامه پیدا می‌کند. And development leading to peace, stability and prosperity. تشکر می‌کنم جناب سفیر. و شما مدت چند سال پیش با عنوان سفیر تاجیکستان، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان فعالیت کردید. شما مدت چند سال پیش با عنوان سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان فعالیت کردید. از آن زمان تا کنون مسائل تاجیکستان را پیگیری میکنید. نظر شما به روند دموکراتیک کنونی جامعه تاجیکستان، آزادی مطبوعات و همینطور آزادی‌های دیگر در تاجیکستان چگونه است؟ I think that this kind of development is a رشد دموکراتیا، آزادی بیان و مطبوعات و غیره یک روند طولانی است و باید مرحله به مرحله صورت بگیرد. این روند دائما یکسان نخواهد بود و شیب و فرازهای خواهد داشت، اما در نهایت مهم آن است که این روند به قله‌های بلند برسد. یک مثال میارم. از 22 فوریه تورنمای رادیوی آزادی مسدود گردید. موقع حکومت ایالات متحده آمریکا این است که همیشه برای شفافیت کار میکند و انسانها باید به اطلاع دسترسی داشته باشند. از دوستان خودم در حکومت تاجیکستان دعوت میکنم تا دسترسی به سامانه ها را تامین کنند تا انسانها با اطلاع تامین باشند. And that would be good for everyone. از روز 22 و مدت 2 روز اخیر به قول شرکت‌های فراهم کننده اینترنت سامانه آزادی را مسدود کردند. آیا در ملاقات با مقامات تاجیکستان این موضوع نیز مطرح شد و شما اینا چگونه ارزیابی میکنید؟ Well, this only came to my attention. متاسفانه خبر مسدود شدن سامانه رادیوی آزادی به من دیر رسید، چون پس از ملاقات‌ها با مقامات تاجیکستان در این باره خبر یافتم. اگر پیشتر آگاه می‌شدم حتما این موضوع را مطرح می‌کردم، اما سفارت ایالات متحده آمریکا در دوشنبه در این رابطه اظهارات پخش کرد و آن موقع حکومت ایالات متحده آمریکا میباشد. تشکر میکنم جناب سفیر برای یک صحبت خیلی خوب، مفید و سازنده. خیلی خوش آمدید. با وطن خودتون خوش آمدید. Thank you very much.